زبان برگزار شد خودشون طوری به ندیدن و نشیدن زدن که صدای مخاطبان این شبکه رو هم در آوردن. تصاویری را که مشاهده نمودید نمونه ای از پیام هایی است که برخی از مخاطبان شبکه BBC فارسی در سایت این شبکه گذاشتند و البته این شبکه هم به بهانه توجیه عملکرد ضعیف خودش این پیام ها را پخش کرد تا یکی از سردبیرانش به آن پاسخ گوید. انصافاً BBC چیز حدود 1 ساعت ما برنامه در خبر داشتیم. کسانی که ایمیل زدن تو فیسبوک مطلب نوشتن شاید مثلا بعضی از این برنامه‌های ما رو ندیدن و الا در حد اهمیت خبر به این موضوع پرداختیم. بعد از آن انتقادات و این توجیه البته BBC فارسی مجبور شد پس از اختتامیه اجلاس عدم تعهد صفحه ویژه‌ای را برای این اجلاس روی وبسایت خود قرار بدهد. BBC فارسی در حالی اخبار اجلاس بزرگ جنبش عدم تعهد را در ایران پوشش نداد که در سر خط اخبار خود در روز اجلاس تهران به حراج لباس ملکه ویکتوریا، ممنوع تصویر شدن عروسک الاغی و کاهش سوسک‌های تهران به دلیل پارازیت پرداخته بود. رسانه‌ای که هر رویداد حتی رویدادهای جزئی را که مرتبط با فارسی زبانان باشد از برگزاری نمایشگاه مد لباس در افغانستان تا جزئیات حوادث ایالت بدخشان تاجیکستان منتشر می‌کند و در برخی موارد بسیاری رویدادهای بین‌المللی مثل مراسم جشنواره‌ها و نمایشگاه هنری را به طور مستقیم پخش می‌کند و حتی برنامه‌های عادی خود را به این دلیل قطع می‌کند مثلا ساعت‌ها به پخش مراسم عروسی نوه ملکه انگلیس و جزئیات چگونگی طراحی لباس عروس می‌پردازد. در قضیه اجلاس تهران به سانسور گسترده اخبار متعدد و متنوع این اجلاس پرداخت و با پخش اخبار کوتاه در این باره روی همه مدعیان رعایت اصول حرفه‌ای رسانه‌ها را سفید کرد. اما چند سوال از این شبکه ضروری به نظر می رسد. به راستی آیا اجلاس تهران به اندازه 1/10 عروسی نوه ملکه انگلیس ارزش خبری نداشت؟ چگونه است که اگر بانکیمون که هیچ، حتی منشی دبیرخانه کمیسیون پناهندگان سازمان ملل متحد در حاشیه نشستی در ماداگاسکار از پرونده هسته‌ای ایران حرفی بزند با تلفن و یا دیگر وسایل ارتباطی، اگر در اعماق اقیانوس اطلس هم باشد با او مصاحبه می شود، اما در نشستی که ده‌ها رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر خارجه در پایتخت یک کشور فارسی زبان گرد هم میآیند، فقط به این نکته بسنده می شود که این اجلاس چندان فایده‌ای نداشته و در پخش صحبت‌های مرسی وقفه ای ایجاد شده و تلویزیون ایران این سخنان را درباره سوریه سانسور کرده که البته پیشتر مشخص شده که این گونه نبوده است. اما لازم است در پایان یک نکته مورد توجه مسئولان این شبکه حرفه‌ای که فقط قطع فنی 3 ثانیه‌ای صدای مرسی را در شبکه خبر گرفته و روی آن مانور می‌دهند قرار گیرد و آن اینکه آقای مرسی به جز بحث حکومت سوریه درباره مسائل دیگری هم حرف زده که بد نیست مسئولان BBC درباره عدم پخش آن در شبکه خودشون توضیح بدن. و آن اینکه مرسی درباره ارسال سلاح به سوریه چه گفت، درباره فلسطین و رژیم صهیونیستی چه گفت، درباره ساختار سازمان الملل و حق وتو چه گفت و البته بقیه سران و هیئت‌های دیپلماتیک شرکت کننده در اجلاس تهران درباره این موضوعات چه گفتند.